در شهر اسفره همچنین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سооронбой жээнбеков аз намоишгоҳи дастовардҳои сокинон ки дар саҳни маҷмӯи ориён ба таври густурда ташкил карда шуд дидан намуданд. маҷмӯи ориён ки дар маркази шаҳри исфара ва дар соҳили дарё бо назардошти санъати меъмории миллӣ сохта шудааст писанди меҳмонон гардид. гузориши хабарнигорони мо. در ادامه سفر کاری به شهر اسفره اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سооронбой жээнбеков از نمایشگاه دستاوردهای ساکنان که در صحن مجمع آریان به طور گسترده تشکیل کرده شد دیدن نمودند. در نمایشگاه حاصل زراعت کشاورزی، محصولات کارخانه‌های کارکرد میوه و سبزیجات، نوشاکی‌های تشنشکنی، استحصالات وطنی، محصولات نانی و قنادی، شیرینی‌ها و اینچنین محصول ایجاد هنرمندان شهر، خصوصا کنده‌کاران، کلالگران و غیره به معرض گذاشته شد. سرانی دولت‌ها به میوه‌های شهردار و از لحاظ طعم بی‌نظیر این منطقه مملکت توجه ظاهر نموده به مهنت حلال ساکنان شهر اسفره بهای بلند دادند. اطلاع داده شد که اقلیم دهاتی شهر اسفره برای بنیاد باغ و به دست آوردن حاصل فراوان بسا مساعد میباشد. از این رو توجه ساکنان به باغداری بیشتر روانه گردیده است. میدان عمومی باغ و تاکزار شهر امروز زیاده از 12,000 گکتار را تشکیل می‌دهد. تنها در سال روان باغپروران در تل و تپه‌های این منطقه 46 گکتار باغ نو بنیاد کردند. در اینجا حاصل زراعتی پولیزی از قبیل تربوز و خربوزه به طور خاص و در 5 پیرامید نمایش داده شد. گفته شد که امسال در شهر اسفره در میدان 26 گکتار زراعتی پولیزی از جمله تربوز و کدو کشت کرده شده است. تا امروز خواجگیداران از میدان پولیزی ها 50 تن تربوز به بازار برآوردند و حاصلناکی آن از هر گکتار 250 سنتنر را تشکیل می‌دهد. در این نمایشگاه زنبور پروران نیز شرکت ورزیده نامگوی گوناگون اصل طبیعی را پیشنهاد مهمانان نمودند. طبق اطلاع مسئولان در شهر اسفره 2155 عائله زنبور اصل موجود میباشد و در 6 ماه سال جاری خواجگیداران به مقدار 31.1 تن اصل خوش‌طعم استحصال کردند. زنان و بانوان هنرمند شهر اسفره مهارت نانپزی و آماده نمودن خوراک‌های ملی را در تنور و دیگ‌ها نمایش دادند. در گوشه نمایش محصولات نانی قریب 20 نمود نان‌های ملی از جمله چپاتی، قلمه، نان‌های روغنی، چهارمغزدار، جزدار و غیره به معرض گذاشته شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به هنر پزندگی زنان و بانوان شهر اسفره بهای بلند داده آنها را برای آموزاندن نازکی‌های این هنر ملی به دختران هدایت نمودند. در سمت کارکرد میوه یعنی خشکانیدن و استحصال کنسرو ساکنان شهر اسفره تجربه غنی دارند. طبق اطلاع امروز در شهر اسفره 14 کارگاه و کارخانه به کارکرد و بند و بست میوه خشک و 3 کارگاه و کارخانه دیگر به استحصال کنسرو میوه و سبزیجات مشغول میباشند. اگر در همین دوره سال 2018 از طرف کارخانه های شهر به مقدار 4 میلیون و 643 هزار و 930 سامانی خشک میوه کارکرد و بند و بست شده باشد، پس امسال این نشان داد به بیش از 10 میلیون و 300 هزار سامانی رسانیده شده است. حجم استحصال محصولات کنسروگی باشد در 6 ماه‌های اول سال روان به 1 میلیون و 498 هزار و 340 سامانی برابر گردیده است. کارکرد و بند و بست محصولات در کارخانه‌های نامبرده به طور خاص و با تمغه مخصوص صورت گرفته استاندارد بین‌المللی رعایت گردیده است که در بازار داخل و خارج مملکت خریدار زیاد دارد. سال گذشته در برابر تامین نمودن بازار داخلی اینچنین از شهر اسفره به مقدار 11375 تن میوه خشک و در حجم 1 میلیون و 639 هزار و 100 سامانی کنسرو به کشورهای روسیه، آلمان، قزاقستان، ازبکستان و غیره صادرات کرده شده است. در مجموع از جانب سران دولت‌ها به محصول مهنت ساکنان شرفمند شهر اسفره بهای بلند داده شد و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رسیدن به دستاوردهای از این هم بیشتر در همه بخش‌ها به مسئولان توصیه و مصلحت‌های مفید دادند. مجمع آریان که در مرکز شهر اسفره و در ساحل دریا با نظرداشت صنعت معماری ملی ساخته شده است پسند مهمانان گردید. نمای بیرون و داخلی مجمع پرره با هنرهای ملی از قبیل کنده‌کاری در چوب، گچکاری، صنعت کندل و غیره آرا داده شده است. در اینجا سنگ‌های آرایشی محلی با مهارت بلند هنرمندی استفاده گردیدند و بسا دقت جلب کننده میباشند. این بینای با حشمت دارای تالارها برای گذراندن چهاربینی‌های گوناگون، طربخانه، چایخانه، آشخانه، قهوه‌خانه، اتاق‌های کاری و خدمت‌رسانی و غیره میباشد.